راهیابی تیم ملی فوتسال بانوان ایران به جام جهانی 2025 با کسب عنوان سومی جام ملت‌های آسیا. پیگیری علت درگذشت عکاس ورزشی در حادثه پیست اتومبیل آزادی و آخرین تلاش سیتیزن ها برای کسب جام در این فصل. مساف سیتی با کریستال پالاس امشب در دیدار پایانی جام حذفی انگلیس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. تیم ملی فوتسال بانوان ایران با ایستادن بر سکوی سوم آسیا جهانی شد. در دیدار رده‌بندی جام ملت‌های فوتسال زنان آسیا که امروز در چین برگزار شد، تیم ملی ایران با نتیجه 3-1 تیم میزبان رو شکست داد و با کسب عنوان سوم جواز حضور در جام جهانی 2025 رو به دست آورد. مارال ترکمان 2 گل و نسترن مقیمی 1 گل برای ایران در این بازی به ثمر رسوندند. والیبال لیگ قهرمانان آسیا، فولاد سیرجان از صعود به دیدار پایانی و کسب سهمیه جهانی باز موند. در این رقابت‌ها که به میزبانی ژاپن در حال برگزاری، امروز در مرحله نیمه نهایی تیم فولاد سیرجان ایرانیان در مصاف با اوزاکا بولوتون کشور میزبان 3-1 مغلوب شد و از حضور در مسابقه پایانی و همچنین سهمیه جام باشگاه جهان باز موند. در دیگر بازی نیمه نهایی اریان قطر 3-2 سانتوری ساندردز ژاپن رو شکست داد و فینالیست شد. به این ترتیب فردا فولاد سیرجان و سانتوری برای مقام سوم و اریان و اوزاکا برای عنوان قهرمانی رو در روی هم قرار دارند. اروپا هفته 34م و پایانی بوندسلیگای آلمان از دقایق پیش آغاز شده و به طور همزمان دورتموند با هولشتاین کیل و فرایبورگ با آینتراخت فرانکفورت، آگزبورگ با اونیون برلین، مونشنگلادباخ با وولفسبورگ، آیدنهایم با وردر برمن، هوفنهایم با بایر مونیخ، ماینز با بایر لورکوزن، لایپزیگ با اشتوتگارت و سن پائولی با بوخوم به مصاف هم رفتند. هفته 37م سری آ ایتالیا امشب با یک بازی آغاز میشه و طبق برنامه جنوا میزبان آتالانتا است. و در دیدار پایانی جام حذفی انگلیس اف ای کاپ امشب تیم‌های کریستال پالاس و منچستر سیتی در ورزشگاه ومبلی لندن رو در روی هم قرار می‌گیرند. از انتقال مدافع بورنموث به رئال مادرید تا علاقه مارسی به تمدید قرارداد هافبک فرانسوی در بسته اخبار نقل و انتقالات فوتبال جهان. دین هویسن مدافع 20 ساله اسپانیایی بورنموث با قراردادی 5 ساله به رئال مادرید پیوست و میتونه واسه کهکشانیا تو جام باشگاه‌های جهان بازی کنه. خرید بعدی هم احتمالاً فرانکو ماستانتونو، ستاره جوون خط میانی ریور پلات است. یوونتوس قرارداد چیکو کونسیسائو رو دائمی نمیکنه و این هافک پرتغالی به پورتو برمیگرده. چیکو پسر سرژیو کونسیسائو، سرمربی حال حاضر میلان. راه لیورپول و داروین نونیز تو تابستون از هم جدا میشه. عربستانیا مشتری جدی داروین هستند. امیلیانو مارتینز که به نظر میاد فصل دیگه در باشگاهی جدید خواهد بود، دیشب بعد از دیدار خونگی استون ویلا مقابل تاتنهام اشکریزان به سمت هوادارا رفت. شایعاتی از علاقه دو باشگاه بزرگ اروپایی و چند تیم عربستانی به این دروازه‌بان آرژانتینی شنیده میشه. اینتر واسه تقویت خط میانی و حملش به جذب رودریگو دی پاول هافبک آرژانتینی اتلتیکو مادرید و یاشوا زیرکسی مهاجم هلندی من یونایتد علاقه‌مند. باشگاه مارسی از عملکرد آدریان رابیو راضیه و مذاکراتش رو واسه تمدید قرارداد با این هافبک فرانسوی آغاز کرده. رابیو ابتدای فصل از یوونتوس به مارسی اومده. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال باشگاه تراکتور تبریز رو به دلیل استفاده هواداراش از لیزر و مواد محترقه و همچنین ورود تماشاگران به زمین مسابقه یک جلسه از بازی خونگی محروم کرد. قاسم حدادی‌فر بازیکن پیشین تیم فوتبال ذوباهن اصفهان به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب و جایگزین محمد ربیعی شد.
در نیمه نهایی بسکتبال سوپرلیگ غرب آسیا امشب تیم طبیعت اسلامشهر نماینده ایران رو در روی سجست لبنان قرار میگیره. مرحله گروهی رقابت‌های هاکی رویخ قهرمانی جهان پیگیری شد و تیم‌های سوئد و سوئیس با برتری مقابل حریفان صعودشون رو به 1/4 نهایی قطعی کردند. ممنون از همراهیتون، وقتتون بخیر.